бояд хотиррасон кард ки бори аввал дар барномаи Нурафкан Саври Гул Қурбонова месароянд, зеро ки дар ягон барнома ҳоло суруд насароиданд. Бо диққат бошед бинандаҳои азиз. марҳамат. وعدت را انتظارم تو بیا به خانه من طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من باز علم رسید به کارم باز آو از دیده بارم دلی ساده شده عاشق چه کنم چاره ندارم عاقبت به دام عشق ما گرفتار شدم. بهترین صدا بود. بله من باوری دارم شما اگر همین پیشه رو نیز انتخاب میکردید چون که در سینما علاقه شما رو همچون هنر پیشه میشناسند چون همچون در صحنه رقص شما رو میشناسند رقاصای با مهارت و یک سراینده با مهارت حالا هم دیر نشده است. بله حالا هم شما در اوج ایجاد و در اوج هنر هستید میتوانید ادامه دهید ولی بود همین خیلی لحظه‌ای که من در وقتی که در انسمبل زیبا میرقصیدم و هم سرود هم میخوندم. خیلی خوب. پس چرا این پیشه نکردین این کسب رو؟ از بس که من رقص رو زیادتر دوست میدارم و فکر میکردم که برای من کفایه است که فقط برقصم. من در زندگی همه وقت کوشش میکنم که کس رو نرنجونم، خودم رنجم و دیگر کس رو نرنجونم. شما رو بار یخ به زمین غلطانیده است؟ خب این زمانی فصل زمستون است. زیرکنی یک چند سال پیش در شهر مسکو وقتی که از مهمانخانه می برآمدم یک بار بود. خیلی عجیب. برای عشق اشک ریخته اید؟ بود همین لحظه وقتی که در یکم بار عاشق شدم در سن 18 سالگی و یک چند مدت بود که نتوانستم دیدن. فکر کردم که من نمیبینم و بسیار میگریستم وقت در وقت جوانی. با درزمال کرتاتون رو سوزانیده اید؟ بود همین خیلی. زیاد بود و یا؟ خیلی زیاد. باری از اسب به زمین غلطیده اید یعنی افتیده اید؟ در اسب یکم مرتبا ننشستم راستگه. خوب بخش ما به پایان میرسد. ما گفتیم که اگر لازم شود ما زیر سوال میدهیم از همین سوال یعنی سببش رو میپرسیم. برای من خیلی عجیب میافتاد با همین قد و قامت شما رو یخ غلطانید یعنی شما غلطیدید افتیدید به زمین چگونه بودین میخوایم همین رو قصه کنید. اگه این سالهای پیشتر بود راستگه اگر حاضر میافتم شاید از زمین نمیخواستم شاید زمین میجوندید. خیلی خوب.